به نظرتون برای صاف کردن این اسکناس باید چیکار کنیم؟ سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره با هم اسکناس های تا خوردمون رو یکم مرتب ترش میکنیم. خب من این کار رو با اتو انجام دادم. اول یکم بخار بهش میدیم با همون اتو. یکم بخار خیلی نباید باشه که نم بگیره اسکناس. یه نم بخار بهش میدیم، بعد با اتو روش میکشیم قشنگ که از این حالت درش میاره. خب از این حالت که در میاد یه چیزی تو این مایه ها. حالا یه کمی اگر دقت کنین این چروکای دیگه هم بازم داره. این چروکا رو دیگه باید لای 2 تا شیشه بذاریم. یه شیشه زیر باشه، اسکناس رو میذاریم وسط، یه شیشه هم روش. و اگر بتونیم سرش هم یه خورده وسیله بذاریم کامل از این حالت در میاد. این از راهکار تمیز کردن اسکناس همون بود. سعی میکنم همین چند روز تمیز کردن سکه ها هم یه ویدیو براتون بذارم و اینکه امیدوارم از این ویدیوم لذت برده باشین. مثل همیشه سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. روز خوش.